سلام، این قسمت اومدم با آموزش مانیکور روسی. ابتدا به نخون پودر بچه میزنم و خوب ماساژ میدم. پودر رو پاک میکنم و با استفاده از عقب زن چوبی کوتیکولا رو به عقب هل میدم و کامل از بستر جداشون میکنم. سپس با استفاده از سرسوهان اشکی شنی مانیکورم رو شروع میکنم. از راست به چپ سوهانم رو حرکت میدم و خیلی آروم آروم کوتیکول از بستر جدا میکنم و سایدوالا رو کاملا باز میکنم. اصلا فشار نمیدم و با استفاده از گونه سرسوهان کناره های نخون که خشک شدن رو خشکیشو برطرف میکنم. این کار رو چند بار تکرار میکنم. حالا دور سرسوهان رو عوض میکنم و از سمت چپ به راست مانیکورم رو انجام میدم. همینجور که کار انجام میدم تمیزم میکنم که جلوی دیدم با پودر گرفته نشه. حالا سوهانم رو برعکس میکنم، از سمت راست به چپ جیبسازی رو انجام میدم. اصلا به سوهان فشار نمیارم. جیبسازی رو انجام میدم. کوتیکولا رو کامل بلند میکنم. حالا با استفاده از قیچی مانیکور از یه سمت کوتیکولا رو کات میکنم. دور نخون رو تمیز میکنم. یه قطره روغن کوتیکول برمیدارم و دور نخون میریزم. با استفاده از سرسوهان بافری به صورت راستگرد و چپگرد پوستای اطراف نخون رو کامل میگیرم. اینجوری اطراف نخونم خیلی براق و تمیز میشه. با استفاده از دستمال مرطوب نخون رو کامل تمیز میکنم و زیرش هم تمیز میکنم. اینم یه مانیکور روسی. نظراتتون رو برام کامنت کنید.